سرچشمه الهام که برای زاویه حق تعالی مادر است. یک ترانه مادر برای مادرهای بزرگ و بعدا همه ترانه برای رقصی و بازی شما. من خواهش میکردم این مردایی که در اینجا نشستن یک قصد برای مادرای عزیز بزرگ ما بزنیم. همین مادرها که میشنن ما اینجا تولد میشیم. مادرای بزرگ سری تعظیم پیش شما، پیش برادرای عزیز. ترانه مادر برای شما. جانی من است در تمامی درمانی من است. حدیث از خاتمی پیغمبران خاتمی پیغمبران است، چی بیش زیر پای مادران است. دیلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را میگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. در تمام